سلام علیکم دوستان، خوش آمدید به کانال دی موبایل. با شما ماندلیر. امروز در آخر ماه 2022 نرخ اسمارت فون ها رو دیده میبریم. در شهر مسکو رفتیم. دیدن رو سلام میکنیم از اسمارت فون های اکسیومی. این ردمی نوت 11 با NFC. Так, 4x128, نرخش 18000 روبل میایستد. دیگرش ردمی نوت 11S با NFC 6x64 گیگابایت، نرخش 20000 روبل میایستد. دیگرش اکسیومی 11 لایت با 5G، پرامترش 8x128 گیگابایت، نرخش 30000 روبل میایستد. دیگرش باشد ردمی نوت 10 پرو، پرامترش 8x128 گیگابایت، نرخش 25000 روبل میایستد. دیگرش اکسیومی 11T، پرامترش 256 گیگابایت، نرخش 33000 روبل میایستد. دوستان میگذاریم به سمارت فون های کمتر ارزانتر. اینجا ریالمی 311 می باشد که پرامترش 232 گیگابایت، نرخش 7000 روبل میایستد. دیگر است ریالمی 331 4x64 گیگابایت، نرخش 9000 روبل میایستد. Так, ریالمی 9 پرو با 5G، پرامترش 6x128 گیگابایت، نرخش 27000 روبل میایستد. و یک سمارت فون بهترین ریالمی GT ماستر ادیشن، این پرامترش 6x128 گیگابایت، نرخش 27000 روبل میایستد. دیگرش ریالمی 25S می باشد، پرامترش 4x128، نرخش 12000 روبل میایستد. Так, میگذاریم به سمارت فون های سامسونگ. این گلکسی A02 می باشد که پرامترش 232 گیگابایت، نرخش 8000 روبل میایستد. دیگرش باشد گلکسی A03 می باشد که پرامترش 32 گیگابایت، 9000 روبل میایستد. دیگر سامسونگ باشد این گلکسی A22S می باشد که پرامترش 4x128 گیگابایت، 19000 روبل میایستد. دیگر سمارت فونی نوترین از سامسونگ این گلکسی A33 می باشد که پرامترش 6x128 گیگابایت، نرخش 22000 روبل میایستد. دیگر باشد این سامسونگ گلکسی A53 5G 6x128 گیگابایت، پرامترش نرخش 28000 روبل میایستد. Так, میگذاریم به سمارت فون های اینفینیکس. این اینفینیکس سمارت 6 می باشد که
памяташ 232 гигабайт, нархаш 4800 рубл. دیگرش باشد این Infinix Note 12 می باشد که پامتش 128 گیگابایت، نرخش 20,000 روبل می است. دیگر سمارتفون Xiaomi این Redmi 10S می باشد که این پامتش 128 گیگابایت، نرخش 15,500 روبل می است. Так, میگذاریم به سمارتفون های خواوی. این خواوی نووا Y70 می باشد که پامتش 128 گیگابایت، نرخش 13,000 روبل می است. دیگرش باشد این خواوی نووا Y90 می باشد که پامتش 128 گیگابایت، نرخش 15,000 روبل می باشد. دیگر سمارتفون باشد این Huawei Nova 9S می باشد که پامتش 128 گیگابایت، نرخش 21,000 روبل می است. دیگر سمارتفون Huawei این Huawei Nova 10S می باشد که نرخش 22,000 روبل، پامتش باشد 128 گیگابایت. اینش باشد پرو ورسیاش Nova Pro 10 Pro، پامتش 256 گیگابایت، نرخش 40,000 روبل می است. یکی از قیمت‌ترین سمارتفون Huawei این Huawei P50 Pro می باشد که پامتش 256 گیگابایت، نرخش 60,000 روبل می است. Так, میگذاریم به سمارتفون های Honor. این Honor X8 می باشد که پامتش 128 گیگابایت، نرخش 16,000 روبل می است. یکی از بهترین سمارتفون های Honor دوستان. دیگر سمارتفون Honor این Honor CS می باشد که پامتش 128 گیگابایت، نرخش 28,000 روبل می است. دیگر شد این Honor 50، پامتش 128 گیگابایت، نرخش 40,000 روبل می است. یکی از بهترین سمارتفون های Xiaomi این Xiaomi 12X می باشد که پامتش 256 گیگابایت، نرخش 56,000 روبل می است. دیگرش باشد Xiaomi 12 Lite، نرخش 37,000 روبل می است، پامتش باشد 128 گیگابایت. Так, دیگر سمارتفون Xiaomi این Redmi Note 11 Pro، نرخش 34,000 روبل، پامتش باشد 128 گیگابایت. و یکی از ارزان ترین سمارتفون Xiaomi این Redmi A1 می باشد که پامتش 232 گیگابایت، نرخش 5,000 روبل می است. میگذاریم به سمارتفون های فلاگمانی سامسونگ.
این Samsung Galaxy S22 Ultra میباشد که پایمتش 12 و 256 گیگابایت، نرخش 90,000 روبل می‌ایستد. دیگرش باشد Galaxy S22 پایمتش 8 به 128 گیگابایت، نرخش 64,500 روبل می‌ایستد. دیگرش باشد Galaxy S22 پایمتش 8 به 128 گیگابایت، نرخش 55,000 روبل می‌ایستد. دیگرش باشد این Samsung Galaxy Z Fold میباشد که پایمتش 12 و 256 گیگابایت، نرخش 47,000 روبل می‌ایستد. و دیگرش باشد Galaxy Z Flip میباشد که این 8 به 128 گیگابایت، نرخش 78,800 روبل می‌ایستد. این هوبدان نرخ‌های سمارتفون‌ها در سال 2022 به سال 2023 یک هفته مونده است. همتون رو به سال نوی اومده سال تبریک میکنم و چنل ما ابونه‌شان رو فراموش نمیکنیم. خیر، سلامت باشید.